قابل شکر، همه ای باید شکر داشته باشد، همه این نعمت حضرت خداوند جل جلاله. بنابراین باب دعا را اکثریت این همین بلای به سر مردم آمده است. این 3 سال از 19 باشه 20 21 3 سال شد مردم این جوانمردی را بینی، این واقعات را ببینه. مردک نماز بامداد میخوانه با پیشینه سپس یاد پیشینه میخوانه، عصر تا شام تا گفتن، یا که در بین صحبت چون مزم نشد ناراحت شدم. همون زمان همه پیغمبران دعا کردن، همه صالحان امت، همه اهل بیت پیغمبران از مرگ غفلت، از مرگ مفاجات، مرگ ناگهانی که بنده توبه کردم نگوید، توبه نکند، پشیمانی نکند، خدایا به سوی تو بازگشتم، خدایا قبولم کن، خدایا اهل بهشتم کن، خدایا اهل رحمتم کن، به این نارسیده. مرگ مفاجات، مرگ ناگهانی در یک لحظه. این آدم در 40-50 سال او شاید از مرد لباس گرفته است، پاپوشی گرفته است، سرپوش گرفته است، پل گرفته است، پیسه گرفته است. در 50 سال آدم یگان حاجتی نداشت. او رفیق نداره، همسیف نداره، هم سفر نداره، هم خدمت نداره، هم نشین نداره، همسایه نداره، هم درس، هم مسلک همراه روش نداره. این 50-60 سال 50 سال هم عمری اندک نه. این نسبیه، بی نظر بسوی 60 70 و 80 کمای نموشن، بی نظر بسوی خودش نظر کنید 50 سال هم خیلی. با یک روایت حضرت علی کرم الله وجهه 49 سال عمر دیدن. حضرت امام شافعی محمد ادریس شافعی رحمت الله علیه با یک روایت 44 سال عمر دیدن. حضرت بیبی فاطمه زهرا رضی الله عنها با یک روایت 28 سال یا 22 سال عمر دیدن. دختر پیغمبر ذات رحمت للعالمین، نور چشمش که همه مشکلات، همه غم و غصه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به دیدار بیبی فاطمه زهرا منحل میشد، کشاده میشد. همه قدر دوستشان میداشتن و مهر و محبت بالاشان داشتن. اینه 22، اینه 28، اینه 30 گیریم. انا عمرش خودش انسان مقایسه کنه که سحر چند که وظیفه داره بعد بامداد، وظیفه همت، وظیفه ننگ و ناموس، دعا، تلاوت قرآن، نماز استخاره، نماز سر آفتاب و اشراق، چند که نماز شب داره و عبادت شب داره، چند که تلاوت قرآن پیش از خواب رفتن داره، چقدر ذکر یاد خدا پیش از خواب رفتن داره. حضرت ابو هریره رضی الله عنه در بعضی روایت میگوید که همین لطای کهنه را گره کرگی بودن، داروهای خرماکتی همون یک لطای کهنه دراز داشتن، همون را یک بار میگذراندن به یک روایت، یا به یک روایت 4 بار میگذراندن بعد خواب میکردن. به یک روایت بعضیا حساب کردن 2000 گره داشته، 4 بار بگذرانش 8000 میشوه. 8000 بار یاد خدا میکردن و سر در بالین میموندن. انا برای همین این دعا یک چیزی که در این طهارت ضرورت و فرض واجب نیست. این دعا در این پاکی لباس یا بدن یا مکان یا استقبال قبله یگان شرایط، شرط، شروط، یگان چیزی مشکلات و سختی نیست. حتی که یگان حالتی نیست که دعا کردن نتواند بنده بغیر لفظ قرآنی. حتی در حالت جنابت طهارت نداشته باشه، جنوب هم باشد، اگر دعا قبول است، ذکرها قبول است، استغفارها قبول است، صلواتها قبول است، موافق شرع شریف محمد صلی الله علیه و سلم رخصت است، اجازت است. در حالت جنابت غیر تلاوت قرآن همه اذکار، همه صلوات یاد خدا. نباره همین خدا دست دعایی زمان دعا هست، زمان دعا هست. نظر رحمت الهی بالای تمام خلق مخلوقاتش است. این یه نصیحت، یه دعوت خداوند از جانب خداوند. این مرگ از جانب حضرت خداوند جل جلاله که بعضی عقیده ها و بعضی راه ها در مذهب ها و سال ها و 100 ساله ها و 1000 ساله ها بود، مردم کم شد مردن، گفتن مردن نیست. یا که مردم جوانمردی کم شد، گفتن این آدم پیر میشه میمره، جوان نمیمره. نعوذ بالله، این ضد آیت قرآن است. اهل زمانه و دهریه ها میگن این آدم باید نمره، کودک باید نمره، کلانسال 10 ساله 20 ساله جوانمرد پهلوان باید نمره، باید 80-100 سال بره و فرسوده شود و مرده شود. قبول ندارن. برای همین که حضرت خداوند بعضی را در شکم مادر، بعضی را در حالت تولد، بعضی را بعد تولد، بعضی را در پهلوانی و با قوتی و توانایی، بعضی را در میان عمری، بعضی را در کهنسالی و بی قوتی و ناتوانی. لیکن در دعا همه ساعت 24 ساعت شب و روز در دعا برای تمام بندگان خدا
تمام بندگان خدا، چه دیندار چه بدین، چه مسلمان چه غیر مسلمان، برای مسلمانان که به یگان شک و شبهه. حضرت خداوند در بعض سوره های قرآن گفته است که حضرت رسول الله که در حالتی که پیغمبر در مکه مکرمه و مدینه منوره 13 سال در مکه مکرمه بود، 10 سال در مدینه منوره حیات به سر بردن در مابین اهل کفر در مکه مکرمه. حضرت خداوند با آیت قرآن گفت که مادامی که اینا تو در بینشان هستی، تو رحمت للعالمین هستی، من اینا را با وجود شرکشان، با وجود بت پرستی و هیکل پرستی و شریک آوردنی به ذات خداوندیشان هلاکشان نمیکنم، مادامی که تو و انت فیهم و تو در بین آنها هستی و مادامی که آنها استغفار میکنن. دو چیز خداوند شرط آورد، مادام اینا استغفر الله بگن، مادام تو در بینشان حیات زنده باشی، من اینا را در همین کفر و کافری و شرک و بت پرستی و هیکل پرستیشان، هیکل خدا گفته سجده کردهشان، از این بدتر نمیشه و از این حالت بنده را مشکلی و سختیش نمیشه که یک چیزی را به دست از سنگ و چوب و آهن طلا یا غیر اون میتراشه. امور خدا میگه با وجود همین هلاکشان نمیکنم گفت، بسرشان عذاب مهلکه نمیارم گفت. انا برای همین دعا از همه ما و شما حضرت خداوند دعا خواسته است. این دعا خواسته یک طایفه باشه، خواسته یک ملت مردمی باشه، یا نفری باشه، یا شخصیت، یا حالت پیری و جوانی و غیر این بیمار و دیگره. نه این به همه حالت بنده به 24 ساعت شب و روز هر کجای آیت آمده است بنابر اطلاق آمده است، مطلق آمده است که بلا به سرتان آمد بعد دعا کنین. یا کسی که زندان شده و حبس شده و گریزه شده و غریب شده و مسافر شده بعد دعا کنین. نه که با دعا را حالتاشان گفته است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. در بسیار جاها دیده میشد بعد از آن تا اقامت گفتن نماز فریضه را وقت اجابت دعا چی دعا میکنه؟ از آن میگویند تا همون قامت گفتن، قامت گفته سن گپاشون کیور نشده سالی گپا را تمام میکنن این قشم در بالای جای نماز رو به قبله در خانه خدا 24 ساعت در خانهش، در کسب، در کار، در دکان، در راه، در همه اطراف زندگانیش تمام نکرد، بالای جای نماز اقامت شده است. برادر عزیز مهربان، آدابی که 1200 سال آمده است، 1200 سال و یقومو عند حی علی الصلاة و یشرع عند قد قامت الصلاة. مذهب امام اعظم یگان ملای امام یا مفتی و قاضی ای امام اعظم ملاتر هست که در مکه مکرمه نامش بگیرن، در مدینه منوره نامش بگیرن. امام اعظم گفته یا شاگرد امام اعظم رحمت الله علیه گفته. این آداب کجا شده است؟ ای 15 منوت بعد اقامت نگاه 5 منوت نگاه منی کی شروع میکرده باشن، میرای بازار، میرای خونت، میرای جنازه، میرای مگزین، میرای بلدیسه، میگردی میای ای بازار حالم نیت نکرد امام، نه در جنازه، نه در جمعه، نه در عیدین، نه در نماز 5 وقته. آدابی که 1000 سال آمده است، آدابی که 1200 سال تا زمان ما آمده است. تو کی خودت شخصیتت با کدام قوت علمی، با کدام قوت مذهبی این آدابی 1000 ساله آمده این مسلمان را از بین میبری؟ این آداب این کار شوخی نیست. این آداب ای همون جا آمدگی ای همون خزینه خدا آمدگی این امام اعظم اندک آدم این فرضی مسئله قایم میشه و نزد حی علی الصلاة میخیزد از جا و قد قامت الصلاة شد شروع میکند. امام الله اکبر گفت، اکبر گفتگی امام ده الله شو باید بقتدی شروع کنه. 5 منوت میستی ای حوض نیت بینن، پگاه نیت بینن، میره مگزین، میره پیش دروازه میگرده میای با فکر، با عقیده، با هوش و گوشت. ای آدم چند فکر کنه بیسته تو که دیل 15 دقیقه قصیده ایستادن. آدم یه نفس دیل در یاد خدا قصیده بتونه به حق میرسه، ملائکه را میبینه، عرش میبیند، درون خور حالتش میبینه. یک نفس اگر همون الله گفتگی شده با خدا خود وصل کرده بتونه قلبش خودش به قلب الله وصل شده تمام. بسیار 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 این آدابی که 1200 سال از حضرت امام اعظم رحمت الله علیه تا زمان ما و شو این یک در اذان نیست، یک در اقامت نیست، یک در یک نماز نیست. این به کجا آمده رسیده است که هر یک مختصر خون یا که 5 پاره قرآن از یاد کردگی به خودش عقیده کنه، به خودش راه رویش کنه
با خودش چیزی که بخواه از پیش خود مذهب شریعتی که 1442 سال این جانب از زمان هجرت از زمان حضرت امام اعظم 1250 سال این جانب آمده است.